به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبای ملت عشق شروع میکنیم. این کتاب نوشته الیف شاپاک هستش و ترجمه ارسلان فصیحی. این کتاب داستان 40 قاعده شمس و مولانا است که به صورت رمانی رمانتیک و تخیلی نوشته شده و من ترجیح میدم برای اینکه بتونم کل این کتاب رو در یک خلاصه 30 دقیقه‌ای برای شما بخونم 40 قاعده رو تیتروار براتون بیان کنم. ابتدا شعری که اول این کتاب نوشته شده و از دفتر مثنوی معنوی دفتر دوم هستش براتون میخونم. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. موسیا آدابدانان دیگرند، سوخته جان و روانان دیگرند. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. قاعده اول: کلماتی که برای توصیف پروردگارم به کار میبریم همچون آینه است که خود را در آن میبینی. هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم‌آور به ذهنت بیاید به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر میبری. اما اگر هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید به این معناست که این صفات در وجود تو نیز فراوان است. قاعده دوم: پیمودن راه حق کار دل است نه کار عقل. راهنمایت همیشه دلت باشد نه سری که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند نه از کسانی که نفس خود را نادیده میگیرند. قاعده سوم: قرآن را میتوان در 4 سطح خواند. سطح اول معنای ظاهری است، بعدی معنای باطنی است، سومی بطن است، سطح 4 چنان عمیق است که در وصف نمی گنجد. قاعده 4: صفات خدا را می توانی در هر ذره کائنات بیابی، چون او نه در مسجد و نه کلیسا و دیر و صومعه بلکه هر آن همه جا هست. همانطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد، کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد تا ابد نزدش میماند. قاعده 5: کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است، ترسان و لرزان گام برمی‌دارد. با خودش میگوید مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است؟ تنها چیزی که عشق میگوید این است: خودت را رها کن، بگذار برود. عقل به آسانی خراب نمی شود، عشق اما خودش را ویران می کند. گنج ها و خزانه ها هم در میان ویرانه ها یافت می شود، پس هرچه هست در دل خراب است. قاعده 6: اکثر درگیری ها، پیش داوری ها و دشمنی های این دنیا از زبان منشأ می گیرد. تو خودت باش و به کلمه ها زیاد بها نده. راستش در دیار عشق زبان حکم نمی راند، عاشق بی زبان است. قاعده 7: در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی نمی توانی حقیقت را کشف کنی. فقط در آینه انسانی دیگر است که می توانی خودت را کاملا ببینی. قاعده 8: هیچگاه نومید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز می کند.
حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد. شکر کن. پس از رسیدن به خواسته‌ات شکر کردن آسان است. صوفی آن است که حتی وقتی خواسته‌اش محقق نشده شکر گوید. قاعده 9: صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست، به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گر را پیش چشم مجسم کردن است. به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است. عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می‌کشند و هضم می‌کنند و می‌دانند زمان لازم است تا هلال ماه به بدر کامل شود. قاعده 10: به هر سو که می‌خواهی، شرق، غرب، شمال یا جنوب برو، اما هر سفری که آغاز می‌کنی سیاحتی به سوی درون خود بدان. آنکه به درون خود سفر می‌کند سرانجام از را طی می‌کند. قاعده 11: قابله می‌داند که زایمان بی‌درد نمی‌شود. برای آنکه تویی نو و تازه از تو ظهور کند باید برای تحمل سختی‌ها و دردها آماده باشی. قاعده 12: عشق سفر است. مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد از سر تا پا عوض می شود. کسی نیست که رهرو این راه شود و تغییر نکند. قاعده 13: در این دنیا بیش از ستاره‌های آسمان مرشد نما و شیخ نما هست. مرشد حقیقی آن است که تو را به دیدن درون خودت و کشف کردن زیبایی‌های باطنت راهنمون می شود، نه آنکه به مرید پروری مشغول شود. و امیدوارم که تا اینجا از قاعده ها لذت برده باشید. قاعده 14: به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده است تسلیم شو. بگذار زندگی با تو جریان یابد، نه بی تو. نگران این نباش که زندگی از زیر و رو شود. از کجا معلوم زیر زندگیت بهتر از رویش نباشد. قاعده 15: خدا هر لحظه در حال کامل کردن ماست، چه از درون و چه از بیرون. هر کدام ما اثر هنری ناتمامی است. هر حادثه‌ای که تجربه می‌کنیم، هر مخاطره‌ای که پشت سر می‌گذاریم برای رفع نواقصمان تحریزی شده است. پروردگار به کمبودهایمان جداگانه می‌پردازد، زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است. قاعده 16: خدا بی‌نقص و کامل است. او را دوست داشتن آسان است. دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و صوابش دوست داشته باشی. فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد میتواند بشناسد. پس تا دیگری را حقیقتاً در آغوش نکشی، تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی، نه به قدر کافی ممکن است بدانی، نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته شوی. قاعده 17: آلودگی اصلی نه بیرون و در ظاهر، بلکه در درون و دل است. لکه ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید، با شستن پاک می شود، با آب تمیز می شود. تنها کثافتی که با شستن پاک نمی شود حسد و خباثت باطنی است که قلب را مثل پیه در میان می گیرد. قاعده 18: تمام کائنات با همه لایه‌ها و با همه بغرنجیش در درون انسان پنهان است. شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد، بلکه صدایی است درون خودمان.
در خودت به دنبال شیطان بگرد، نه در بیرون و در دیگران. و فراموش نکن هر که نفسش را بشناسد پروردگارش را شناخته است. انسانی که نه به دیگران بلکه به خود بپردازد سرانجام پاداشش شناخت آفریدگار است. قاعده 19. اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی، ابتدا اینها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد ممکن نیست دیگران را دوست داشته باشند. خودت را که دوست داشته باشی، اگر دنیا پر از خار هم بشود نومید نشو، چون به زودی خارها گل می شود. قاعده 20. اندیشیدن به پایان راه کاری بیهوده است. وظیفه تو فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که برمی‌داری. ادامه‌اش خود به خود می‌آید. قاعده 21. به هر کدام ما صفاتی جداگانه عطا شده است. اگر خدا می‌خواست همه عیناً مثل هم باشند، بدون شک همه را مثل هم می‌آفرید. محترم نشمردن اختلاف‌ها و تحمیل عقاید صحیح خود به دیگران بی‌احترامی است نسبت به نظام مقدس خدا. قاعده 22. عاشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود آنجا برایش نمازخانه می شود. اما آدم دائم الخمر وارد نمازخانه هم که بشود آنجا برایش میخانه می شود. در این دنیا هر کاری که بکنیم مهم نیتمان است، نه صورتمان. و الهی که خیلی خوشتون اومده باشه تا اینجا. قاعده 23. زندگی اسباب بازی پرزرق و برقی است که به امانت به ما سپرده‌اند. بعضی‌ها اسباب بازی را آنقدر جدی می‌گیرند که به خاطرش می‌گریند و پریشان می‌شوند. بعضی‌ها هم همین که اسباب بازی را به دست می‌گیرند کمی با آن بازی می‌کنند و بعد می‌شکنندش و می‌اندازندش دور. یا زیاده بهایش می‌دهیم یا بهایش را نمی‌دانیم. از زیاده روی بپرهیز. صوفی نه افراط می‌کند و نه تفرید. صوفی همیشه میانه را برمی‌گزیند. قاعده 24. این قاعده ها بسیار زیباست و بر پایه این قاعده ها داستان ملت عشق نوشته شده و به شما پیشنهاد می کنم حتما این کتاب رو بگیرید و بخونید. قاعده 24. حال که انسان اشرف مخلوقات است، باید در هر گام به یاد داشته باشد که خلیفه خدا بر زمین است و طوری رفتار کند که شایسته این مقام باشد. انسان اگر فقیر شود به زندان افتد، آماج افترا شود، حتی به اسارت رود، باز هم باید مانند خلیفه‌ای سرافراز، چشم و دلسیر و با قلبی مطمئن رفتار کند. قاعده 25. فقط در آینده دنبال بهشت و جهنم نگرد. هرگاه بتوانیم یکی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب و معامله دوست داشته باشیم، در اصل در بهشتیم. هرگاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کین آلوده شویم، با سر به جهنم افتاده ایم. قاعده 26. و من چون این قاعده ها در صفحه های متفاوت این کتاب هستش، ممکنه کمی بین خوندن هر قاعده فاصله بشه و صبر کنیم. قاعده 26. کائنات وجودی واحد است. همه چیز و همه کس با نخی نامرئی به هم بستند. مبادا آه کسی را برآوری. مبادا دیگری را به خصوص اگر از تو ضعیفتر باشد بیازاری. فراموش نکن که اندوه آدمی تنها در آن سوی دنیا ممکن است همه انسانها را اندوهگین کند و شادمانی یک نفر ممکن است همه را شادمان کند. قاعده 27.
این دنیا به کوه میماند. هر فریادی که بزنی پژواک همان را میشنوی. اگر سخنی خیر از دهانت برآید، سخنی خیر پژواک مییابد. اگر سخنی شر بر زبان برانی، همان شر به سراغت میآید. پس هر که درباره‌ات سخنی زشت بر زبان راند، تو 40 شبانه روز درباره آن انسان سخن نیک بگو. در پایان 40مین روز می‌بینی که همه چیز عوض شده. اگر دلت دگرگون شود، دنیا دگرگون می‌شود. قاعده 28. گذشته مهی است که روی ذهنمان را پوشانده. آینده نیز پس پرده خیال است. نه آینده‌مان مشخص است، نه گذشته‌مان را می‌توانیم عوض کنیم. صوفی همیشه حقیقت زمان حال را در می‌یابد. قاعده 29. تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده. به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند و بگوید چه کنم، تقدیرم این بوده، نشانه جهالت است. تقدیر همه راه نیست، فقط تا سر دوراهی هاست. گذرگاه مشخص است، اما انتخاب گردش ها و راه های فرعی در دست مسافر است. پس نه بر زندگیت حاکمی و نه محکوم آنی. این را 29مین قاعده میگوییم. قاعده 30. صوفی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند، عیبش بجویند، بدش را بگویند، حتی به او افترا ببندند، دهانش را بسته نگه دارد و درباره کسی حتی یک کلمه حرف ناشایست نزند. صوفی عیب را نمی بیند، عیب را می پوشاند. و اما قاعده 31. امیدوارم که خسته نشده باشید. این قاعده ها بسیار زیباست. برای نزدیک شدن به حق باید قلبی مثل مخمل داشت. هر انسانی به شکلی نرم شدن را فرا میگیرد. بعضی ها حادثه ای را پشت سر میگذارند، بعضی ها مرضی کشنده را، بعضی ها درد فراق میکشند، بعضی ها درد از دست دادن مال. همگی بلاهای ناگهانی را پشت سر میگذاریم، بلاهایی که فرصتی فراهم میآورند برای نرم کردن سختی‌های قلب. بعضی‌هایمان حکمت این بلایا را درک می‌کنیم و نرم می‌شویم، بعضی‌هایمان اما افسوس که سخت‌تر از پیش می‌شویم. قاعده 32. همه پرده‌های میانتان را یکی یکی بردار تا بتوانی با عشقی خالص به خدا بپیوندی. قواعدی داشته باش، اما از قواعدت برای راندن دیگران یادآوری درباره‌شان استفاده نکن. به ویژه از بت‌ها بپرهیز ای دوست، و مراقب باش از راستی‌هایت بت نسازی. ایمانت بزرگ باشد، اما با ایمانت در پی بزرگی مباش. قاعده 33. در این دنیا که همه میکوشند چیزی شوند، تو هیچ شو. مقصدت فنا باشد. انسان باید مثل گلدان باشد، همانطور که در گلدان نه شکل ظاهر بلکه خلأ درون مهم است. در انسان نیز نه ظن منیت بلکه معرفت هیچ بودن اهمیت دارد. قاعده 34. تسلیم شدن در برابر حق نه ضعف است نه انفعال. برعکس، چون این تسلیم شدنی قوی شدن است به حد اعلا. انسان تسلیم شده سرگردانی در میان موجها و گردابها را رها می کند و در سرزمینی امن زندگی می کند. قاعده 35. در این زندگی فقط با تضادهاست که می توانیم پیش برویم. مؤمن با منکر درونش آشنا شود، ملحد با مؤمن درونش. شخص تا هنگامی که به مرتبه انسان کامل برسد
پله پله پیش می رود و فقط تا حدی که تضادها را پذیرفته بالغ می شود. قاعده 36: از حیله و دسیسه نترس. اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه‌ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام می‌گسترد. چاهکن اول خودش ته چاه است. این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی جزا می‌ماند، نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد. فقط به این ایمان بیاور. قاعده 37: ساعتی دقیق‌تر از ساعت خدا نیست. آنقدر دقیق است که در سایه‌اش همه چیز سر موقعش اتفاق می‌افتد. نه یک ثانیه زودتر، نه یک ثانیه دیرتر. برای هر انسانی یک زمان عاشق شدن هست، یک زمان مردن. قاعده 38: خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. قاعده 38: برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان هیچگاه دیر نیست. هر چند سال که داشته باشیم، هر گونه که زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، باز هم نو شدن ممکن است. حتی اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشد، باید افسوس بخوریم. باید در هر لحظه و در هر نفسی نو شد. برای رسیدن به زندگی نو باید پیش از مرگ مرد. قاعده 39: حتی اگر نقطه ها مدام عوض شوند، کل همان است. به جای دزدی که از این دنیا می رود، دزدی دیگر به دنیا می آید. جای هر انسان درستکاری را انسانی درستکار می گیرد. کل هیچگاه دچار خلل نمی شود. همه چیز سر جایش می ماند. در مرکزش. هیچ چیز هم از امروز تا فردا به یک شکل نمی ماند. تغییر می کند. به جای هر صوفی که می میرد، صوفی دیگر می زاید. و قاعده 40: عمری که بی عشق بگذرد بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی یا عشق جسمانی. از تفاوت‌ها تفاوت می‌زاید، حالانکه به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد. عشق خود به تنهایی دنیایی است. عشق یا درست در میانش هستی در آتشش، یا بیرونش هستی در حسرتش. خیلی وقت بود که میخواستم این کتاب رو براتون بخونم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین از این 40 قاعده شمس تبریزی. تکه‌ای از متن کتاب رو که در پشت جلد کتاب چاپ شده براتون میخونم و با این نوشته کتاب رو تموم میکنیم. خیلی وقت پیش بود. به دلم افتاد رمانی بنویسم، ملت عشق. جرئت نکردم بنویسمش. زبانم لال شد. نوک قلمم کور. کفش آهنی پایم کردم، دنیا را گشتم. آدم‌هایی شناختم، قصه‌هایی جمع کردم. چندین بهار از آن زمان گذشته. کفش‌های آهنی سوراخ شده. من اما هنوز خامم. هنوز هم در عشق همچون کودکان ناشی. مولانا خودش را خاموش می‌نامید، یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده‌ای که شاعری، آن هم شاعری که آوازش عالمگیر شده، انسانی که کار و بارش، هستیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس می‌کند چیزی نیست جز کلمه‌ها و امضایش را پای بیش از 50,000 بیت پرمعنا گذاشته، چطور می‌شود که خودش را خاموش بنامد؟ کائنات هم مثل ما قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم دارد. سالهاست به هر جا پا گذاشتم آن صدا را شنیدم.
هر انسانی را جواهری پنهان و امانت پروردگار دانستم و به گفته‌هایش گوش سپردم. شنیدن را دوست دارم، جمله‌ها و کلمه‌ها و حرف‌ها را. اما چیزی که وادارم کرد این کتاب را بنویسم سکوت محض بود. اغلب مفسران مثنوی بر این نکته تاکید می‌کنند که این اثر جاودان با حرف ب شروع شده است. نخستین کلمه‌اش بشنو. یعنی میگویی تصادفی است؟ شاعری که تخلصش خاموش بوده ارزشمندترین اثرش را با بشنو شروع می‌کند؟ راستی خاموشی را می‌شود شنید؟ همه بخش‌های این رمان نیز با همان حرف بی صدا شروع می‌شود. نپرس چرا. خواهش می‌کنم. جوابش را تو پیدا کن و برای خودت نگه دار. چون در این راه‌ها چنان حقایقی هست که حتی هنگام روایتشان هم نباید از پرده راز درآیند. و صدای سکوت من هم صدای خوانش‌های دل من است. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مراقب مهربونیاتون باشین. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.